اولین بار در قلمرو جمهوری تاجیکستان از جانب شرکت وطنی تاج معمار لایحه نادر به مثل و جدید ساختمانی عملی می‌گردد. لایحه شهرک عالی مقام نامگذاری شده است. شهرک عالی مقام لایحه پرشکوه ترین است که در اساس معیارهای جهانی عمارت سازی بنیاد می‌گردد و نظیرش تا هنوز در تاجیکستان نیست. شهرک عالی مقام مجموعی 19 بنای خوش ساخت را در یک انسامبل به شما پیشکش می‌کند. بناهای تاب آور و استوار، پای برجا و محتشم، نمونه برجسته صفت بلند خواهند بود. باغچه‌های کودکانه، مرکز سلامتی با تجهیزات معاصر و با صفت، مرکزهای سودا و فراغت و تفریح و دیگر نقاط خدماتی در آشیانه‌های پایان و بالای بنا زندگانی ساکنان شهرک عالی مقام را آسان و گوارا و زیبا می‌کنند. راهرو و گلگشت‌های افسانوی، صحبت کرده و نشستگاه، باغچه و گلزارانی بی‌مثل، جاده‌های پر از نور و آذین شما را به دنیای رنگین افسانه‌ها می‌برند. اما این حقیقت است، حقیقت زیبای زمان صاحب استقلالی تاجیکستان. بناهای استقامتی 6 آشیانه با حجره‌های فراخ، دالان‌های عظیم و پنت‌هاوس‌های دلفریب شکوه شهرک عالی مقام را افزون می‌سازند. توقفگاه چند قبطه اتومبیلی برای کل ساکنان و مهمانان شهرک عالی مقام. صفت عالی، نقشه معماری عالی، نمود ظاهری عالی، صنعت معماری عالی. خلاصه در شهرک عالی مقام همه چی عالی. شهرک عالی مقام واقع است در بوریش کوچه های زکریای رازی، لو تولستوی، گلدست و حمزه حکیمزاده ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه، یعنی در مرکز شهر. تاج معمار، آفرنده زیبایی در زمینه صفت. من درود میگویم با دوستان همزبانمان، با کل مردم افغانستان، مردم نجیب افغانستان، با کل ایرانی های نازنین سلام میگویم. با تمام تاجیکستانیان که در همه گوشه دنیا هستند درودی گرم و بشایبه خود را میرسانم. این نشر خاص است. در برنامه ناگفته ها این گونه حوادث کم به نظر میرسد. میدونید چرا برنامه امروز برنامه خاص است؟ زیرا قدم رنج داشتند به برنامه امروز ما یک نفر از سراینده های مطرحی افغانستان که در اروپا به سر میبرند. یک بانوی نازنین که در ترانه‌هایش میگوید از ایسیان نمیترسم، یک زنی آزادم و واقعا سیتا قاسمی آزاده است. خیلی خوشبخت هستیم که امروز شما تشریف آوردید به برنامه ناگفته ها. درود کل تاجیکستان و تاجیکستانیان را به شما میرسانم. خوش آمدید به تاجیکستانی ما. شما سلامت باشین. سلام و درود خدمت شما عزیز و خدمت تمام تاجیکستانی های عزیز، افغان های عزیز و نازنینم، هموطن های نازنینم، ایرانی ها، همزبان ها، تمام دوستای نازنینی که امی لحظه ما را از طریق برنامه زیبای ناگفته ها تماشا دارین، سلام و درود خدمت شما تقدیم میکنم. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشین، ببینین، لذت ببرین و ببینین که ما چی گفته ها داریم و چی ناگفته ها داریم. چرا سیتا؟ سوالی نخستین من، سیتا این اسم فارسی نیست؟ سیتا اسم هندی است و یک اسم بسیار مذهبی هندی است که مردم هندستان ببخشین بسیار به این نام احترام داره. حتی وقتی که میپرسن اسم چی سیتا میگم همشان ایران میمانن و بسیار برشان جالب است و بسیار برام احترام میکنن به خاطر نامم. و حتی میگن که ما این نام بالای فعلا بالای طفلکای خود، دخترکای خود نمیگذارن چون بسیار باید به احترامی نام گرفته شود. نام سیتا نام هندی است نامم. چرا ما سیتا اسمهای هندی زیادند ولی این اسم رو برای شما کی انتخاب کرد؟ مادر، پدر کی؟ خب مادرجان پدرجان بسیار علاقمند هما مالینی بودن و فیلم سیتا و گیتار بودن. از او سبب وقتی که من به دنیا آمدم باز نام مرا سیتا گذاشتن. البته یک نام دیگه هم دارم که او را زیادتر کس برام صدا نمیکنه، اما من یک نام دیگه هم دارم. چی نام؟ او را نمیگم. چرا؟ مثلا گوگوش؟ بله. گوگوش اسمش فایقه است. بله. فایقه آتشین.
خب اون اسم دیگر شما چی است؟ نام دیگه من نازیه. اوه نازیه هم اسم زیباست، ولی میدونید شما چون سیتا گفتید، مردم ایران و مردم افغانستان سیتا و گیتا میگویند، ولی مردم تاجیک گیتا و زیتا میگویند، کمی با اصطلاحات روسی. نازیه اصلا کس مرا صدا نمیکنه. من خودم از دوران طفولیت بسیار خودم علاقه‌مند هما مالانی بودم هستم و یقین دارم که افغانای ما بسیار زیاد فیلم‌های هما مالانی را دیدن و دوست دارن هما مالانی را و تا خرد که بودم برای پدرجانم بسیار شلم می شدم که مرا ببرین پیش هما مالانی. پدرجان میگفت نمیشه، ما خودت بردن نمیتونیم، مشکل است. میگفتم مرا خیلی بردن نمیتونین، اونا را پیش من بیارین. من میگفتم اونا را بیارین پیش من. باز میگفت نمیشه. میگفتم خیلی من خط برش نوشته میکنم. باز خط نوشته میکردم و بسیار میگفتم هما مالانی جان، من شما را دوست دارم، لطفاً پیش من بیاین، مرا پدرجان مادرجان پیش شما نمیارن. بسیار خود بودم، فکر کنین 5 ساله 6 ساله بودم. یا مرا پیش خود بطلبین یا شما بیاین پیش من. در 5-6 سالگی خطاطی میکردی؟ پدرجان از 3 سالگی 4 سالگی سر ما درس میخواند. پدرجان مرا همراه خود یگان بار میدان میبرد و رفیقای خودم میگفت دخترم ببینین که چقدر لایق است. وقتی که بزرگ شد از پدر پرسیدید که آن نامه ها رو به هما مالانی برد یا نبرد؟ تا به حال پدرجان برام میگه که یگان باری که ما یگان گپ میزنم میگه تو هیچ یعنی از هندوستان دلت سرد نمیشه یا سیر نمیشی. میگم خودتان نام سیتا گذاشته، نام هندی و این عشق و عشق و این علاقمندی رو در قلب شما بیدار کردن. بله بله. دیگه از اون سبب زیاد هندوستان دوست دارم، مردم هند دوست دارم و قسم مردم تاجیکستان زیبا را دوست دارم. یعنی این آرزوی آوان کودکی مثل یک آرزو باقی ماند و شما با آرزوی خود نرسیدید؟ من میفهمین یک روز در یک شاپینگ مال در هندوستان در دیلی رفته بودم و هما مالانی و ما هر دوی ما هیچ اصلا باورم نمیشد که ما اونا رو میبینم. در لفت هر دوی ما روبرو شدیم. در لفت هر دوی وقتی که روبرو شدیم ما طرف هما مالانی هم تو ماندم و او طرف ما سعی میکرد، اما تو هر دوی ما که یک دفعه لفت از لفت رفتن اونا بسیار جالب بود. تو صحنه هیچ فراموش یعنی هما مالانی حس کرد که این دختر شبیه جوانی های او را نمیدانم که در دل از اینا چی میگشت، اما ما نگاهش چی میگفت؟ نگاهش اما تو حیران طرف ما میدید و من حیران طرف از اونا میدیم. بسیار برام جالب بود. تو صحنه هیچ فراموشم نمیشه. بردن نامه ها رو یا نامه ها ماند در یک گوشه در یک انزوای تنگ و تاریک؟ نامه ها خب امکان نداشت که پدرجان اونا رو به هندوستان بفرسته. هر روز منتظر پدرجان می بودم که از وظیفه بیاین. باز میدویدم دادم رایشان میگفتم خط نامده، دوباره برام نامه نامده. باز میگفت نه برات نامه نامده بچه. گریه میکردم، میگفتم مرا ببرین. باز مادرجان میگفت که بسیار گپا برام میزدن. بسیار جالب بود دوران طفولیت که یادم میاد، حالا که یادم میخنده میگیره. در فامیل چند نفرین شما؟ در فامیل نام خدا 4 خواهر دارم، 2 برادر دارم. فامیل همگی در آلمان هستن. برادرها، همشیره ها، مادر جان، پدر جان، همه ما در آلمان زندگی میکنیم. در افغانستان زندگی کردید یا نه؟ در افغانستان بله زندگی کردیم. تقریبا 13 سال زندگی خودم در افغانستان، 13-14 سال زندگی خودم در افغانستان تیر کردیم. باز بعد از اون طرف آلمان. در افغانستان تولد شدید؟ متولد افغانستان؟ 13 سال داشتید؟ 13 سال داشتم. از کابل رفتیم پاکستان. باز از پاکستان 14 سال داشتم که طرف آلمان رفتم. چرا پاکستان رفتید؟ پاکستان دوران طالبا بود که ما مهاجر شدیم. تمام افغانا مهاجر شدن رفتیم. پدرجان صرف به خاطر از امی که ما از درس و تعلیم تربیه پس نمانیم ما را پاکستان برد که یعنی ما بتونیم که پاکستان امن‌تر بود؟ پاکستان بله. تمام مردم افغانستان مهاجر شدن رفتن و بسیار حالتهای بد مردم افغانستان از وقتی که من دست راست چپ خودم میشناسم دیدیم که مردم افغانستان بیچاره سرگردان بودن و از این ملک در اون ملک و از اون ملک در اون ملک تا به حال را. سیتا جون از پاکستان رفتید به اروپا. مشکل نبود برای شما در اول هجرت به اروپا؟ خب اگر ما از یک کشور آسیایی خصوصا افغانستان یا پاکستان میریم به طرف اروپا یا امریکا، زندگی مشکل نه بلکه کم آسانتر میشه برای ما.
به خاطر ما از یک شرایط بسیار دشوار میریم در یک کشور دیگه پناه میبریم که اوجا یعنی برای ما همه چیز مهیا است یا سهولت بیشتر است. از اون نگاه نخیر نی در آلمان ما بسیار خوش بودم، مکتب میرفتم و فامیلم چنان آمدن، شکر همشان زندگی خوب دارن، مکتب رفتن، درس خواندن، تحصیل کردن. لسانی آلمانی را یاد گرفتید؟ بله ها. با آلمانی حرف میزنید؟ بله. سیتا جون مثلا درود تماشابینان عزیز، درود دوستان عزیز، با آلمانی چطوری صدا میدهد اگر این زمان بگویم؟ اگر این زمان صدا کنیم، اگر بگویم روز بخیر دوستان عزیز، بله. گوتن تاگ mein Lieblinge. بله. از انگلیسی هم بلدید؟ از انگلیسی هم بلد هستم. انگلیسی یک، بله. آلمانی، بله. هندی. هندی هم بلدید؟ بله. هندی. فرانسوی؟ نه خیر نه فرانسوی بلد نیست. Vous parlez français? Comment vous appelez votre m'appelle anglais? فرانسوی نمی‌فهمم. روسی؟ نه خیر. هندی، آلمانی، انگلیسی، فارسی. بله. 4 لسان، 4 زبان. بله. به. یک زبانی دیگر رو شما اگر از بر کنید پالیگلات میشوید. زندگی هنری شما در اروپا شروع شد؟ بله، از زندگی هنری ما در اروپا شروع شد. از چی شروع شد؟ یک هنرمند زاده میشه هنرمند و او در خونش، در رگ رگش، در روح و روانش هنر می باشه. از من همچنان از دوران طفولیت یا بعض آهنگار زمزمه میکردم، میخواندم یا بسیار شوق داشتم به هنرپیشگی و همچنان به هنرمندی یا ترانه سرودن و آهنگ خواندن، اما اجازه فامیلی نداشتیم. پدرجانم بسیار زیبا میخوانند، بسیار زیاد و علاقمند استاد هماهنگ هستن. فامیل پدرم کم قیدگیر بودن و حتی پدرجانم اجازه نداشت که بخونه و وقتی که من میگفتم که من میخوانم، چون در اروپا بودیم، پدرجان برای اصلا اجازه نمیداد. میگفت که نه، وقتی که پدرت نخواند خودتان باید نخوانی و درست است که علاقه داری اما اجازه نداری. و مرا این حالت هر روز قسم مرا زیر فشار می آورد که من هیچ نمیفهمیدم چی کنم. اما من یک عادت دارم که یک کار اگر بخوایم بکنم او را 100% میخوایم بکنم. خلاص تصمیم وقتی که میگیرم میگم من اینی کارم میکنم، یعنی که میکنم. هیچ چیز دم روی ما گرفتن نمیتونم. تمام قالب، تمام قاب، تمام قوانین را میشکنید؟ تمام قوانین میشکنم. اگر من بفهمم که من در اینجا صحیح هستم و من خدای نخواسته کدام اشتباهی نمیکنم، من خدای نخواسته کدام گناهی نمیکنم، پس من از همه چیز میگذرم و اونم کاری که من گفتیم من این کارم میکنم حتما میکنم. یعنی شما خلاف درخواست پدر رفتید؟ بله. نرنجید پدر؟ پدر جان رنجیدن. اول من قسم کردم که واقعا بسیار جالب بود شروع هنرم برای من، چرا که وقتی که من شروع کردم من هیچ کس را نمیشناختم، چون نه شاعر بشناسی، نه کمپوزیتور بشناسی، نه کس را بشناسی که موزیک برات جور کنه، موزیشن اینا، اصلا کس را نمیشناختم. و ما با انسان‌های فرهنگی آلمان رابطه نداشتید؟ نه خیر نه، ما با هیچ کس رابطه نداشتم و صرف یک وقتی که من مکتب میرفتم یک صنفیم بود و را پرسیدم که من بسیار زیاد دوست دارم که آهنگ بخوانم اما من نمیفهم چطور شروع کنم. از بسی که علاقه داشتم خودم شعر نوشته میکردم، خودم کمپوز میکردم و یک موسیقیش مانده بود و فکر میکردم که ویدیوی از زیر چی رقم جور کنم. تمام روز من آهنگ نوشته کردن بود، به خاطر بسیار علاقه داشتم. و مرا یک حالت دیگه بود که او سر زت آورده بود، او را نمیخوایم یاد کنم. یکی از آهنگا بود و با یکی از هنرمندا خوانده بودم، در او اسمم گرفته نشده بود و او مرا بسیار سر زت آورده بود و من میخواستم که نه، باید همگی بفهمه که این آواز از ماست و من باید شروع کنم. و او صنفی باز مرا کمک کرد، رفتیم یک آهنگ ثبت کردم، ویدیویش رفتم جور کردم و وقتی که خواستم گفتم یک بار من میخوایم خود در تلویزیون ببینم. این آرزویم بود که من میخوایم یک بار خود در تلویزیون ببینم و در یک برنامه تلویزیونی یا آهنگ من نشر شود.
نام از تلویزیون افغانستان. بله، بار اول که در چینل تلویزیون آریانا ایره روان کردن، یک برنامه بود، اسم برنامه فعلا در یادم نیست، اما بار اول هر نفر باید زنگ میزد و رأی میداد که چون آهنگای هنرمندای یا ترانه‌سرای جدید بود، از کسایی که تازه شروع کرده بودن. وقتی که آهنگ من نشر شد، هر کس زنگ میزد تو بسیار تشویق میکرد و 10 ستاره میداد و ایده که من دیدم واقعا بسیار تشویق شدم، گفتم اوه، یعنی مرا مردم نفوذ هنری شما بالا رفت. یعنی برای بار اول نشر شد در تلویزیون آهنگم و بار اول دمو برنامه اول شد آهنگم. بسیار برام جالب بود که او یعنی مردم مرا قبول کرد. تاپ شده. بله، من گفتم یک آهنگ میخوانم، اگر میبینم ریاکشن مردم، عکس العمل هموطنای ما اگر مرا پذیرفتن، خب ادامه میتم، اگر نپذیرفتن نمی اول آخر باشه. و میبینم که پدرجان چی عکس العمل نشان میده. و وقتی که آهنگ در تلویزیون آمد، من خودم پد کرده بودم پشت دروازه و میخواستم که ریاکشن پدرجانم ببینم، چون از پدرجانم ما بسیار میترسیم و احترام برش داریم. پدرجانم دید در تلویزیونم تو شیشته بود، مادرم صدا کرد، گفت بیا، گفت دخترت آخر کار خدا کرد. گفت آخر دختر کار خدا کرد. من دیگه یک 2-3 روز جرأت نداشتم که پیش روی پدرجان برم، به خاطر برخلافشان من رفته بودم آهنگ سروده بودم. باز بعد از اون دیگه چیزی برام نگفت، از پیش خواهش کردم، گفتم پدرجان من وعده میکنم امرایتان من هیچ وقت کار نمیکنم که خدای ناخواسته سر شما را، سر فامیل خدا پایین کنم، یا کار میکنم که سر شما را بلند کنم در هنر موسیقی و در کارهای هنریم، در هر کاری که من میکنم. من برایتان وعده میکنم که هیچ وقت شما از من یک چیز بد نمیشنوین و من انشالله که از هنر موسیقی خودم، مثل که من عبادت خدا پاک نگاه میکنم و عبادت پاک است، امو رقم هنر موسیقی خدا همچنان نگاه میکنم. باز بعد از او برام هیچ چیز نگفتن دیگه. توانستید که اندیشه پدر رو تغییر بدید؟ بله، بار اول 1 هفته پیش بود که پدرم، یعنی فکر کنین 10 سال بعد، باز بار اول بود که 1 هفته پیش پدرجانم گفت بچیم هنر موسیقی واقعا یک چیز منزه است، پاک است. من حیران بودم و در دل آدم که یگان دفعه شب پرک فکر میکنی دلم باغ میشد که او پدرجانم یعنی برای من میگه که هنرت موسیقی اینی را ادامه بدی. برای من بسیار تشویق بود. بار اول بود پدرجانم برام گفته بود. شما گفتید که موسیقی منزه است و راجع به عبادت گفتید. بله. عبادت میکنید؟ بله، عبادت ما واقعا اگر کدام جای مسافرم باشم 1 وقت خونماز حتما میخوانم. بله، ما عبادتم زیاد دوست دارم. من یک انسان چی نیستم بسیار، اما خودم میفهمم، خداوندم میفهمه، عبادتش میکنم، دوستش دارم، همیشه با خدا حرف میزنم، چون بیشتر اوقات من به تنهایی است. چه حرفا صورت میگیرن میان شما و خدای شما؟ من بعضی اوقات با خداوند خنده میکنم، پس سپاسگزاری از خداوند در هر حالش، ام از حالت خوبش ام از حالت بدش. پس من همیشه وقتی عبادت میکنم، عبادت وقتی که میکنم، بعد از او وقتی دعا میکنم، اول شکرگزاری خداوند ادا میکنم، بعد از او بعضی اوقات گریه میکنم، میگم خداوند چرا اینی کار کردی؟ من گله میکنم از پیشش، مثل که من از یک شخص گله کنم. باز پس خودم خدا، یعنی یا بعضی اوقات میگم تشکر خدا جان مهربان هستی، یا بسیار فکر میکنم که بهترین دوست صمیمی من خداوند است. شما گفتید که اکثر اوقات پیش خدا شکایت میبرید. این کدام اوقات است؟ در خصوصی چی شکایت میبرید پیش خدا؟ خب بعضی مشکلات های زندگی که روبرو همراه میشه و من او را نمیتونم. کدام مشکلی؟ مفصل یک مثال ویژه بیارید. خب دقیق براتان نمیگم، به خاطر که یک چند چیز است که بارها سر راه ما آمده، اما او را من میفهمم. باز بعد از یگان مانعه چیزی شما را مردود کرد؟ من همیشه میفهمین یک کاری که میکنم، میگم خدا جان من اینی کارم میکنم، اگر به خیر ما است مرا در این راه ببری، اگر به خیر نیست مرا در این راه نبری. و واقعا بعضی چیزایی میباشه که به خیر من نمیباشه،
و در او را من نمیرم. باز بعد اولش بشیم جگرخون میشم، میگم چرا من این کار باید میکردم، باید این کار میکردم. باز پسان یک چند وقت بعدش میفهمم که او به خیر من نبود. باز بعد از میگم خدا جان تشکر. یعنی من خو نمیفهمم، ما بنده گناهگار و بنده خاکیت هستیم، ما نمیفهمیم که چقدر چی برای ما صحیح است، چی برای ما غلط است. یعنی فردا چی پیش میاد. بله، اما خودت میفهمی دمو را میبری ما را. یک مثال ویژه نآوردید؟ مثال ویژه خب بسیار چیزا است دیگه، از اون میگذریم. اما صرف همه قدری که خداوند همیشه با همه ما است، خداوند همراه ما است. سیتو جون، راجع به تاجیکستان کی شما معلومات پیدا کردید؟ تاجیکستان واقعا یک کشور بسیار زیبا است. از دوران کودکی شنیدیم، دیدیم آهنگای تاجیکی را. تاجیکستان 4 سال قبل ما بار اول آمده بودم که از طرف قیام انترتینمنت دعوت شده بودم و یک کنسرت بسیار مجلل در اینجا با هنرمندای بسیار محبوب و مشهور تاجیکستان و افغانستان اینجا برگزار شده بود که مرا واقعا دوباره خواستن، چون واقعا علاقه‌مندی که به تاجیکستان داشتم و اونا لطفی که کردن مرا دوباره خواستن و یک کنسرت بسیار مجلل و فکر میکنم پارسال سال نو بود با هنرمندای بسیار محبوب تاجیکستان و ازبکستان همکاری داشتم و اینجا یک کنسرت بسیار خوب، یک چند آهنگ اجرا کردم که واقعا مورد استقبال مردم تاجیکستان قرار گرفتم و برام بسیار خوشایند بود. تاجیکستان واقعا همشان مردم دوست داشتنی هستن و هر کدامشان که میبینم همراهشان بسیار زود صمیمی میشیم و دوست میشیم و بهترین دوستم که از اینجا ماهیره جان است. ماهیره طاهری. بله، ماهیره طاهری یک از سراینده های بسیار نامدار و محبوبی کشور ما است و در افغانستان نیز فکر میکنم که ماهیره طاهری رو دوست میدارن. بله، در چند برنامه های تلویزیونی چلو شرکت کرده. بله، در چندین برنامه ماهیره جان درود. ماهیره جان در برنامه های تلویزیونی زیاد در چینل های مختلف تلویزیون افغانستان اشتراک کردن و مردم بسیار دوستشان داره و مورد استقبال قرار گرفتن و ما هم یک آهنگ دوگانه داشتیم، چون مردم افغانستان همچنان ماهیره جان دوست دارن و مرا دوست دارن، خواستیم که یک آهنگ دوگانه برشان تقدیم کنیم. ترانه دوگانه‌ای که با ماهیره جان خواندین آهنگش را آهنگسازی تاجیک دورانی رحمتزاد انشا کردن. بله. شعرش مال کی است؟ شعرش از یک شاعر بسیار محبوب افغانستان، دکتر صاحب سمی آمد. دیدم که با زبان فارسی با شیوه افغانی ترانه اجرا کردید، با زبان هندویی ترانه اجرا کردید، با ازبکی هم ترانه اجرا کردید، یا ترکمنی بود یا ازبکی؟ ازبکی. با پشتونی. بله. با چند زبان شما اصلا ترانه اجرا کردید طول فعالیت ایجادی خودتون؟ خب زبان فارسی زبان خود ما زبان مادری است، زبان زیبای پشتو که بسیار دوست دارم، بلهجه زیبای هزارگی، ازبکی، 4، هندی، 5، عربی، 6 دیگه فکر میکنم بریا 6 با 6 زبان. سیتا 4 زبان را میداند و با 6 زبان ترانه اجرا کرده است. 6 زبان. آفرین. چند سال قبل شما به تاجیکستان آمدید و چند نفر از همکارانم به من گفتند که سیتا دعوت شد به یک محفل و در آن محفل شخصیت های بسیار با نفوذ شرکت داشتند. سیتا خیلی خسته بود و نمیخواست برود، اما احترام آن افراد نگذاشت که سیتا این تکلیف را قبول نکند و سیتا رفت. وقتی که سیتا اونجا رفت با اهل آن مجلس، با آن جالسان نشست کمه و بعداً برایش یک دستمزد پیشنهاد کردند که این دستمزد برای آمدن شما است و سیتا رد کرد، آن دستمزد را نگرفت و گفت که من به خاطر پیسه اینجا نآمدم، من فقط به خاطر احترام مردم تاجیک آمدم. این در حقیقت چنین بود؟ بله، چون من همیشه معنویات بیشتر ترجیح میدم از مادیات و انسان بر من ارزشش بسیار زیاد است از مادیات کرده.
خب وقتی که من اینجا تاجیکستان میام احترام مردم تاجیک میبینم و در غیر از او در هر مملکتی که برم برای من اگر یک شخص برای من احترام میکنه و دوست داره مرا ببینه و چون شخصیت های بسیار بزرگ تاجیکستان بودن و بسیار دوست داشتن که من برم در او محفل و واقعا من هم خسته بودم و هم یک برنامه فکر میکنم داشتم نمیتونستم که برم و اونا بسیار اصرار کردن که یک بار بیاین و واقعا که نمیفهمم 2 ساعت 3 ساعت بیچاره زنگ زدن که لطفا یک بار بیاین و وقتی کجا رفتم اونا بیچاره به خاطر من چون که زیاد نفر نباشه یک رستوران جای گرفته بودن و مردم بسیار سرشناس یعنی اشخاص بسیار بزرگ و سرشناس تاجیکستان در وجود تشریف داشتن باز خواهش کردن که لطفا یک آهنگ بخوان باز به خاطر احترام از اونا نخواستم صدایشان از زمین بانم گفتم چشم یک آهنگ برشان اجرا کردم و وقتی که من آمدم بر ما یک پاکت بود و یک پول یا یک مزد در بین از او مانده بودن که ایره بگی و بسیار خواهش کردن من گفتم نه ما به احترام شما آمدیم و این آهنگ ما از احترام تقدیم شما کردم ما به خاطر از این آمدیم که شما بر ما پول بتین ما در افغانستان همچنان چون این کار را کردیم از بسیاری کسایی که مرا دعوت کردن ما رفتیم اما بسیار زور زبردستی کردن که ببخشین شما باید اون پاکت رو میگرفتین شما میدونید یک کاری خطا کردید شما این کار رو کردید و سر و صدای این عمل شما تا حال ویردی زبان هاست شما با این کاری خود کمی کاری سراینده های ما رو دوچاری مشکل کردید نه بس اگه بار دوم برم بر ما بگن آهنگ بخوان باز میگم یک برنامه باشه کنسرتی باشه باز مزدش میگیرم بخیر باز برای مردم های غریبی که در افغانستان بار دوم که اگر پاکت برای شما لازم نباشد بگیریم به من بدین چشم سیتا جان زنده باشید اخلاصمندان هنری شما کنسرت رو منتظر باشند یا خیر خب ما چون کشور تاجیکستان بسیار زیاد دوست دارم و میخوایم واقعا که اگر زیاد نتونم بیایم حداقل سال یک بار بیایم تاجیکستان و چون اینجا مردم تاجیکستان دوست دارم دوستم است مایرا جان پیش از اونا میایم دوستشان دارم دوستای دیگه همچنان هستن و میایم اینجا بعضی آهنگا است بعضی ترانه ها است که با همکاری قیام انترتینمنت البته کارهای هنری ما پیش میبرم و تشکری خاص میکنم از قیام انترتینمنت از همکاری همیشگیشان البته نه تنها با ما با تمام هنرمندای افغانستان و تاجیکستان اینا همکاری دارن و حمایت میکنن تمام هنرمندا را بسیار هنر دوست هستن از او خاطر سپاسگزاری خاص از شفیق جان قیام من 2 بار سفر خدمتی داشتم به افغانستان و افغانستان رو خیلی دوست دارم مردم شریف و نجیب و مهربانی افغانستان رو خیلی دوست دارم من در هتل اینترکانتیننتال یک مدت زندگی کردم سرک وزیر اکبر خان و کلی سرک‌های کابل رو میدونم پزمان شدم تشنه دیدار دوستانم هستم در کابل و خدا کند که یک روز من هم به دیدار دوستان برسم و واقعا هم 10 سال شد نرفتم 10 سال خب خداوند لطفاً برای مردم افغانستان برای افغانستان دعا کنین که یک صلح و آرامش به افغانستان بیاید که شما دوباره پس بیاین ماها بتونیم دوباره پس به افغانستان بریم در یک فضای صلح و آرامش در افغانستان زندگی کنیم اما یک امید است امیدوار هستم که خداوندی امید و آرزوی ما را برآورده بسازه افغانستان زیبا است مثل مردمش زیبا است مثل سیتا زیبا است چون چشم های زیبای سیتا رو میبینیم لبخندی زیبای سیتا رو میبینیم افغانستان نیز همین طور زیبا است آنهایی که تشنه دیدار شما اند در سرتاسر افغانستان چی پیامی دارید براشون پیام من همیشه پیام صلح بوده پیام دوستی بوده پیام محبت بوده برای هموطنان و صرف می آرزو را دارم که هیچ وقت نبینم که برای ما بسیار زیاد شده که ما میبینیم هر روز شهید میتیم در افغانستان و نمیخوایم ببینیم که دیگه جوانای ما که با هزارها آرزو در دل دارن اونا زیر خاک میرن امرای آرزوی خود در زیر خاک میرن
واقعا من از شوق حالتم خوب نیست، چون یک انتحاری که در پانتون کابل شده بود و هموطنای ما دیدم که چی رقم شهید شده بود، جوان ها. امی ها رو زور دارم که دیگه هموطنای ما را خوش و خوشحال ببینم، شاید خوشی سعادت هموطنای ما باشم و نبینم که یک هموطن ما، یک جوان ما از دست دادیمش و شهید شده. مادرای ما گریه میکنه، پدرای ما گریه میکنه. ما هر روز شهید میدیم در افغانستان، بس صدها شهید میدیم در افغانستان با امید صلح و آرامش در افغانستان. تربت شهدا روشن، جایشان فردوس برین. یک سوال در ذهنم آمد. یک زمان رسانه های افغانستان صلا زدند که سیتو در افغانستان یک مکتب می سازد برای دختران افغان. چی شد این پروژه؟ این پروژه سر کار است و شوق من انتحاری رو دیدم در پانتون کابل، شاک شدم و گفتم اینا میتونن در مکاتب همچنان برن و انتحاری کنن، دخترها، بچه ها همه گیر از بین ببرن. فعلا در چنین شرایط ما قرار داریم که حیران میمانیم چی کنیم. مکتب بسازیم، مکتب انتحاری میکنن، دخترها پانتون برن، بچه ها پانتون برن، اونا را میکشن. ما چی کنیم؟ هیچ اصلا هیچ تصمیم گرفتن نمیتونیم چی کنیم. و بدبختی آمد که کرونا، ویروس کرونا آمد و تمام جای لاک داون شد و برنامه ها، قسم پلانی که ما داشتیم پیش نرفت. از او خاطر کارها در جریان است، اما یکم به تعویق افتیده. انشالله خداوند یک آرامی در افغانستان بیاره که ما بتونیم مکتبی که وعده کردیم رو به خیر درست بسازیم. یک سوال از اینستاگرام. قبل از شروع برنامه ما در اینستاگرام یک نشر مستقیم داشتیم، نشر شدیم لایف و از مردم اینستاگرام پرسیدم که با سیتو چی سوال دارید. گفتند که راجع به تاجیکستان بپرسید که مردم تاجیکستان را چگونه پذیرفتند، تاجیکستان را چگونه پذیرفتند. واقعا هر باری که من تاجیکستان میایم، زیبایی های تاجیکستان یعنی برای من دوچند شده میره. میبینم که هر بار میایم زیباتر و زیباتر و زیباتر میشه و بسیار خوش میشم که میبینم تاجیکستان مردم زحمتکش دارن. واقعا نام خدا میبینی که هر روز تعمیرهای بسیار بلند منزلای بسیار مقبول و سرکای بسیار مقبول و از هر نگاه یعنی بسیار عالی است. و از خاطر تاجیکستان بسیار دوست دارم و امیدوار هستم که یک صلح و آرامش در وطن ما بیاید، که وطن ما هم هموطنای ما هم بسیار زحمتکش هستند، اما اونا بیچاره دیگه موقع برشان مساعد نمیشه. اما سیتا جان ببینید، با وجود این همه تحریم، با وجود این همه جنگ و پرخاش در افغانستان، اینقدر مردمی عرفانی دارد افغانستان، اینقدر مردمی فرهنگی دارد، اینقدر با صلابت، با ارادت، یک مردمی ارشد صلحجو هستند. مردم افغانستان واقعا که میگن مردم غیور. اصلا برین ببینین افغانستان، حال شما 10 سال قبل رفته بودین، حالا برین دمی شرایط خرابی که ما داریم در افغانستان، امی کشور جنگ زده ما، امی قدر نام خدا جوانای با وقار و جوانای تالنتد بسیار لایق ما در افغانستان داریم که اصلا باور کس نمیشه. یعنی فکر میکنیم که اگر ما در افغانستان صلح داشته باشیم، یعنی کشور ما از کجا به کجا برسه، اما کی میمانند که وطن ما آرام شود. و واقعا هم در این شرایط فقط یک لبخند زدن یک نفر، سرود خواندن یک نفر، این قهرمانی است. لبخند یک خانم قهرمانی است، ترانه سرایی یک نفر قهرمانی است، یک انشای شعر قهرمانی است در شرایط کنونی افغانستان. و من سیتا جون سپاس میگویم بر شما، سپاس میگویم بر شما. هم شاد شدم، هم برابری شما جگرخون شدم برای مردم افغان. هموطنای ما که شهید میشن، خداوند روح از اونا را شاد داشته باشه، اما ما هم
با دیدن تصاویر و ویدیوهای از اونا هر روز مرده میریم و پس زنده میشیم. یعنی یک مرگ تدریجی همچنان برای ما است، برای تمام هموطنهای ما است که ما میمریم امروز از اونا و زنده میشیم، میمریم و زنده میشیم. یعنی برای ما چقدر سخت و هر یک آه یا هر یک آه پرسوزی که در میاریم این یک مرگ کوچک است. بله بله دقیق. هر شخص به سن سال خود که بزرگ شده، با مو سن سال خود جنگ و بدبختی در افغانستان دیده و بزرگ شده، یعنی هر کس برش بسیار سخت بوده واقعا. درست. برمیگردیم به سوال های اینستاگرام. شما میتونید به این سوال جواب ندهید. یک نفر از اینستاگرام پرسید که سیتا آزاد است یا اینکه پابندی ازدواج است. شما میتونید به این سوال جواب ندهید. خب فعلا خب آزاد هستم، چون مرا من حیث یک هنرمند میشناسین، پس سوالای هنری از من کنین. یک درخواست از شما، از این به بعد وقتی که به تاجیکستان میایید من میخوام که شما مثل مهمان، مثل یک اعضای این خانواده بیایید، یعنی به خانه خودتون بیایید. شما سلامت باشین. واقعا من حالم که میایم خانه خود میایم. من هیچ احساس نمی کنم وقتی که تاجیکستان میایم که من مهمان باشم، چرا که همیشه اینجا دوستایی که اصلا راهنمایی میکنن، حمایت میکنن. من هر باری که تاجیکستان، البته بار اول دوم نمیگم، اما بار سوم و چهارم که حال است آمدیم، من واقعا هیچ حس نمیکنم که ما جای دیگه آمده باشم. من فکر میکنم که ما خانه خود و ما وطن خود آمدیم. شما سلامت باشین. ما سپاسگزاری خاص از شما میکنم که در برنامه زیبایتان مرا دعوت کردین، موقع دادین که ما هم بعض ناگفتنی های خود برای شما بگویم، برای دوستای نازنینی که ما را مشاهده دارن. امیدوار هستم که از صحبت های ما خسته نشده باشن، لذت برده باشن. دیگه جهان سپاس از شما، از مهمان نوازیتان، از محبتتان، از لطفتان. سپاس سپاس سپاس. بعد از چند روز سیتا جان باید با اروپا برود، اما من نمیخواهم که برود. من میخواهم که بماند در تاجیکستان، در کنار دوستان، در کنار اخلاصمندان هنرش. من ممنونم از کمپانی قیام انترتینمنت که این صحبت زیبا را با سیتا تشکیل کرد و تمام بینندگان ما این زمان بهره برداشتند. سپاس به قیام انترتینمنت، سپاس به شفیق جان دوستی عزیز من، و من از شفیق طلب میکنم که در برابر سیتا جان باز دیگر هنرمندان سرشناس معروف و شناخته را به تاجیکستان بیارد و ما برنامه های میم بعد را با اشتراک دیگر هنرمندان افغانستان تهیه کنیم. خداحافظی میکنیم با شما دوستان عزیز. خیر. اولین بار در قلمرو جمهوری تاجیکستان از جانب شرکت وطنی تاج معمار لایحه نادر به مثل و جدید ساختمانی عملی می‌گردد. لایحه شهرک عالی مقام نامگذاری شده است. شهرک عالی مقام لایحه پرشکوه ترین است که در اساس معیارهای جهانی عمارت سازی بنیاد می‌گردد و نظیرش تا هنوز در تاجیکستان نیست. شهرک عالی مقام مجموعی 19 بنای خوش ساخت را در یک انسامبل به شما پیشکش می کند. بناهای تاب آور و استوار، پای برجا و محتشم، نمونه برجسته صفت بلند خواهند بود. باغچه های کودکانه، مرکز سلامتی با تجهیزات معاصر و با صفت، مرکز های سودا و فراغت و تفریح و دیگر نقاط خدماتی در آشیانه های پایان و بالای بنا زندگانی ساکنان شهرک عالی مقام را آسان و گوارا و زیبا می کنند. راهرو و گلگشت های افسانوی، صحبت کرده و نشستگاه، باغچه و گلزارانی بمیثل، جاده های پر از نور و آذین شما را به دنیای رنگین افسانه ها میبرند. اما این حقیقت است، حقیقت زیبای زمان صاحب استقلالی تاجیکستان. بناهای استقامتی 6 آشیانه با حجره های فراخ، دالان های عظیم و پنت هاوس های دلفریب شکوه شهرک عالی مقام را افزون می سازند. توقفگاه چند قبطه اتومبیلی برای کل ساکنان و مهمانان شهرک عالی مقام. صفت عالی، نقشه معماری
عالی، نمودی ظاهری عالی، صنعتی معماری عالی، خلاصه در شهرک عالی مقام همه چی عالی. شهرک عالی مقام واقع است در بوریش کوچه های زکریای رازی، لف تولستوی، گلدست و حمزه حکیم زاده ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه، یعنی در مرکز شهر. تاج معمار، آفرنده زیبایی در زمینه صفات.